آها استاد، این مادر معنای سوالش این است که ای سرم خانهش جدا، ای پسرم دکسته، پسرم خانه جدا، دخترم خانه جدا. من با دخترم زندگیم، اما خودم خانه علاهیده دارم. وصیتیم این است که مرگم خانه‌ام به این تقسیم میشد. نه، مرگتون، بعد مرگتون میراث باید طبق شریعت تقسیم کرده شود. از سبب اون که مثلا پسرتون از زنش میترسد، همه خیلی گفتید اکنون شما باید از میراث من نکنید. بین آنها برابری تقسیم کرده نمیشه. پسر دو نصیبه دختره میگیرد. سه یکی از سه دوی خانه برای پسر میشد، از سه یکش برای دختر میشد. بله، یعنی میراث شما تقسیم نکنید. اون آدم های زنده در پیش از وفاتش میراثش تقسیمات خودش کتی تقسیم نکند. الله تعالی تقسیم کرده. گفتیم که این مسئله که الله تعالی خودش تقسیماتش بر عهدهش گرفت و برای یگان پیغمبر هم حواله نکرد، برای یگان فرشته هم حواله نکرد. یستفتونک قل الله یفتیک، فتوا میپرسن آدم ها، بگو که الله تعالی فتوا میدهد. یعنی در مسئله میراث هم الله تعالی تقسیماتش خودش به ذمه گرفت. یوصیکم الله فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین. الله تعالی شما را وصیت میکند که در مسئله فرزنداتون، دختراتون، نصفی نصیبه پسرهایتان را میگیرد. ما در این باره ها حکمت هاش برای چی شریعت به دخترها گویا تنگ کرده است؟ ظاهرا نه تنگ نکرده است، برای اونکه دیگر جایهایی هست که شریعت به دخترها پول واجب نکرده است، فقط برای پسرها واجب کرده. برای که دخترها شوهر دارن، مال شوهر مال زنش نیست. برای همین برانه ها بعضی حقوق ها رو واجب نکرده. مثلا پدرش به یک بلا گرفتار میشه یا یک صدمه گرفتار میشه و یا آدم میکشه، برای آن شطور دادن نکن. اون شطور بر ذمه عاقله پدر واجب میشه، بر خویشاوندان نزدیکش، اونایی که میراث میخورن از مردها، نه به زنها، نه دخترانش، خواهرانش، چی نمیتین. برای چی؟ برای اون که اونا شوهر دارن، اونا پول ندارن. شریعت بر ذمه فقط همین پسرها واجب کرده است. یعنی ساده کرده گوییم هر یک کار پیلوس مینوس خودش دارد. زنها فقط به پیلوس قش خلاص، یعنی گرفتن به همراه خلاص، دادن به نه. بنابراین شریعت برای آنها نصفش داده است. باید کس فکر نکند که الله تعالی به زنها ظلم کرده است. نه، هرگز الله تعالی ظلم نمیکنه. الله تعالی قدرشون بالا برداشت. پیش از آمدن دین مقدس اسلام زنها را مثل حیوان معامله میکردند. از این هم بدتر، تا 3000 4000 در آیین چین، در آیین روم زنها داشتن. فارس زنها را خوار و ذلیل میکردن. اگر شوهرش مرد همچون مالی شوهر میراث میگرفتند. شریعت اسلام آمده قدر زن را بالا برداشت، حقوق آنها را احترام کرد، رعایت کرد. اون بسیار زنی را هم محدود کرد به 4 زن. 1000 زن داشتن حقش نمیتونستن داده، شریعت محدود کرد. یعنی شریعت اسلام اومده مردم ترغیب کرده 2 زن گیرید، 3 زن گیرید، 4 زن گیرید نگفت. سرزنی، بسیار زنی را به 4 عدد محدود کرد، فراورد، کم کرد. شریعت شما درست درک کنید، این شریعتی که نازل شده از جانب الله مهربان است. تنزیل من رب العالمین. این قول یگان شاعر و قول یگان آدم نیست، این قول پیغمبر هم نیست. پیغمبر فقط وظیفه دار است که این سخن به شما رساند، به شما فهماند، بیان کند مجمل های قرآن را. لتبین للناس ما نزل الیهم. وظیفه تو این است که بیان کنی آن قرآنی که به آنها نازل شد، بیان کنی، فهمانی، گاه با عمل، گاه با شرح وسیع‌تر، تا اینکه مردم قرآنی که به آنها از جانب پروردگارشان نازل شده است فهمند. این شریعت هیچگاه کهنه نمیشه. شریعت با نظر داشتی ترقیات زمان و تا آخر زمان شریعت آخر زمان است. شریعتی که به پیغمبری آخری زمان نازل شده است، هم
پیشروی های به نظر گرفته نازل کرده است. این شریعت یگان جای خطاگی ندارد.